کوتاه دیگه رفته. اون از زندگیمون رفته بیرون. این حس خیلی خوبیه. چرا تو آروم نیستی؟ یکم زیادی راحت نبود؟ ببینم مطمئنی راحت بود؟ به چیزایی که پشت سر گذاشتیم فکر کن. بالاخره میتونیم یه نفس راحت بکشیم. دوست داری برقصیم؟ میدونی که دیگه مجبور نیستیم این بازی رو ادامه بدیم. میدونم. زینب! زینب! کوتاه! اون اسلحه رو بذار زمین. نه اینجوری بهتره. ما به آخر خط رسیدیم روزگار. این داستان امشب تموم میشه. ما همین الان با دوستمون روزگار خداحافظی میکنیم. کوتاه تو همچین آدمی نیستی. تو از این کارا نمی کنی. تو اینقدر بد نیستی کوتاه. کوتاه اسلحه رو بذار زمین. بسه. مگه دیوونه شدی؟ چی کار میکنی؟ اگه یه بار دیگه جلو بیای هوایی میزنم تو پات. خب کجا بودیم؟ از این خوشم اومد. فرمایشی نداری؟ دوست داری کجا بزنم؟ بزنم تو پات؟ میخوای بزنم تو دستت؟ تو سینه چی؟ یعنی که مستقیم بزنم تو قلبت؟ بس کن کوتاه. دیگه تمومش کن. زینب جلو نیا. زینب نه، مراقب باش. نرو جلو. تو اصلا به عاقبتش فکر کردی؟ زینب بهت گفتم نزدیک نشو، برو عقب. میخوای چی کار کنی؟ به من شلیک کنی؟ باشه بزن. زینب نکن. زینب بزن. درست بزن وسط قلبم. من چطوری عاشق تو شدم؟ آخه چطور باورت کردم؟ یه نگاه به خودت بنداز. حتی ریسک قاتل شدنم به جون میخری. تو یه آشغال پس فطرتی. پسترین و آشغال ترین آدم رو زمین. چطوری میتونی اینقدر بد باشی؟ کاش هیچ وقت نمیشناختم. کاش هیچ وقت پات به زندگیم باز نمیشد. خودتو سکه یه پول کردی. تو دیگه واسه من هیچ ارزشی نداری.
از جلوی چشمم برو. دیگه نمیخوام رنگتم ببینم. از دیگه لازم نیست ببینی زینب. خداحافظ. روزگار. روزگار. کوتای! اگه اتفاقی بیفته چی؟ اگه بلایی سرش بیاد؟ هیچی نمیشه، نفوس بد نزن. ما نباید این بازی رو شروع میکردیم. آره به هم خیانت کرد ولی این دیگه خیلی زیاده روی بود. عزیزم تو رو خدا آروم باش. باید به فکر خودت هم باشی، نباید انقدر به قلبت فشار بیاری. ببخشید آقای دکتر، حالش چطوره؟ جای نگرانی نیست. اقدامات حیاتی رو انجام دادیم ولی امشب باید تحت نظر باشه. ممنون. خواهش میکنم. حالت خوبه؟ خب دیدی؟ بیا. کوتای تکین، کوتای کجاست؟ واسه پسرم اتفاقی زنمو. افتاده. متاسفانه کوتاهی دست به خودکشی زده. کوتای هیچ وقت از این کارا نمیکنه. راستشو بهم بگیم بلایی سرش اومده. زنمو لطفاً آروم باشی. اگه روزگار نبود ممکن بود که اتفاقات خیلی بدتر از اینم بیفته. پسرم ممکنه اشتباه کرده باشه، میدونم، ولی تو این دنیا هیچی برای من از اون مهمتر نیست. شما هم حق نداشتید اینقدر به همش بریزید. زینب تقصیری نداره. اگه کار به اینجا کشیده همش به خاطر کارهای خود کوتاهی بوده. چطور به خودت اجازه میدی پشت سر پسر من اینطوری حرف بزنی؟ دکتر اومد. دکتر تو رو خدا بذارید پسرمو ببینم، خواهش منم میکنم. میخوام ببینمش، خواهش میکنم دکتر. فقط شما دوتا میتونید برید. باشه کجاست؟ تو اون اتاقه. کوتای خوبی عزیز دلم؟ آره خوبم. امیدوارم زودتر خوب بشی. هممون خیلی نگرانت شدیم. تو هم نگران شدی؟ نمیخواستم کار به اینجاها بکشه. بس دیگه، این بحث رو تمومش کنید. به هیچی فکر نکن پسرم، فقط زود خوب شو. پسرم، واسه چی اینجوری شده؟ کوتای حالت خوبه؟ خطر از بیخ گوشش گذشته ولی
کاش هیچ وقت کار به این جاها نمی کشید. کاش هیچ وقت وارد این بازی نمی شدی. من حالم خوش نیست. میخوام تنها باشم. من میبرمش خونه. الو مامان. اومدم. خیلی خوب. روزگار. ازت ممنونم. کاش اینجا بودی. کاش میتونستی یه چیزی بگی. کاش لااقل میگفتی نکن روزگار، یا برو بهش نزدیک شو. نمیدونم چی درسته چی غلط. گذشته، حال و آیندم کلن قاطی شده. حتی نمیدونم دلم واسه کی میتپه. راه خودم رو گم کردم. یالا با هم حرف بزن، یه چیزی بگو. روزگار. خونه ای؟ میتونیم حرف بزنیم؟ بهترین کار اینه که برم و حقیقت رو به کوتاهی بگم. چاره دیگه ای نیست. پس یعنی این بازی داره بین ما تموم میشه. بگمونم آره.
زینب تو مسئول اتفاقات دیروز نیستی. تو اون کلت دست کوتاهی ندادی. به نظرم داری خیلی به خودت سخت میگیری. آره شاید، ولی من کسی بودم که این بازی رو شروع کرده. اگه تو کسی بودی که تیر میخورد چی؟ هیچ کس مقصر نیست، هیچ کس جز کوتاهی. ولی این تقاص گناهش نیست. نباید اینطوری میشد. من تصمیممو گرفتم. الان میرم و همه چیزو به کوتاهی میگم. این رابطه یه سوری بین ما باید تموم بشه. اینطور نیست. اگه اینطور میگی، یعنی برای تو اصلا فرقی نمیکنه؟ من میخوام تو خوشحال بشی زینب. اگه اینطوری خوشحال میشی تمومش کنیم بره. سخنرانی کات کردن سوری توی یه رابطه سوری. نمیدونم چرا اینقدر احساساتی شدم. این روزا زود اشکم در میاد. بگذاریم. بهتره من برم. زینب، ما این بازی رو با هم شروع کردیم و با هم تمومش میکنیم. منم باهات میام. درد داری؟ آره یکم. نمیتونم تکونش بدم. میشه این بالشت رو تکون بدی؟ دراز بکش. الان بهتر شد؟ آره. اگه 1 سانتیمتر این ورتر میخورد دیگه نمیتونستن نجاتم بدن. کی میخوان مرخصت کنن؟ اگه دست من باشه که همین الان میرم، ولی دکتر میگه که باید تحت نظر باشم. خیلی کلافه شدم. موقع نفس کشیدن درد دارم. دکتر میگفت که احتمالاً وقتی افتادی رو زمین دنده‌ام آسیب دیده. کوتاهی اتفاقاتی که میشه دربارش حرفی نزنیم؟ من اشتباه کردم. من همه چی رو خراب کردم. راستش اومدم یه چیزی بهت بگم، واسه همین دوتایی اومدم. من از دیشب تا حالم خیلی بده. به خودت شلیک کردی. اوضاع از کنترل خارج شد. راستش یه چیزی هست که باید بدونی.
چی شده؟ من راستش کوتاه. ملاقات مریض باید کوتاه باشه عزیزم. زینب تو هر وقت که دلت خواست میتونی بیای. هنوزم بلدی قشنگتر فیلم بازی کنی؟ منظورت چیه؟ میتونی زینب و گول بزنی، اما منو نمیتونی. منظورش چی بود؟ هیچی بابا، زر ماف میزنه. من خوبم، مشکلی ندارم. زینب واقعیت رو بهش گفتی؟ نه نگفتم. چرا؟ الان خیلی درد داره. نمیخواستم با گفتنش تو این وضعیت بیشتر بهش زخم بزنم. بعداً بهش میگم. منم موافقم. بعد از اینکه سر پا شد بهش بگو. داره خالی میبنده، اصلا دردی نداره. چرا باید این کارو بکنی؟ میخواد دلت براش بسوزه و بهش رحم کنی. جلوی چشمام داشت تو خونه خودش دست و پا میزد. الانم زخمی افتاده رو تخت بیمارستان. چطور میتونه فیلم چون باشه؟ معلومه من هیچ رقمه تو کتم نمیره که زخمش اینقدر جدی باشه. عمرن دیگه داری مسخره بازی در میاری یا؟ چشماتو باز کن زینب. کوتاه داره با احساساتت بازی میکنه. هنوزم دنبالته واسه پس گرفتن دست به هر کاری میزنه. کوتاه ممکنه خیلی کارایی کثیفی کرده باشه ولی به خودش شلیک کرد. داشت میمرد. آخه پدر بزرگم همیشه میگفت اگه مشکلی داری که نمیتونی با کسی در میون بذاری به دریا بگو. اون همه چیزو حل میکنه. چطوری این کارو میکنه؟ نمیدونم. دیگه اینجاشو نپرسیدم. ولی فکر کنم قایمش میکرد اون ته دریا لای یه صدف یا یه چیزی شبیه به اون. حق با تو بود. بازم حق با تو. کوتاهی داشت فیلم بازی میکرد. همه چیزو فهمیدیم. نمیخوای یه چیزی بگی؟ مثل اینکه من بهت گفته بودم و اینا؟ نه نمیگه. یکم کلافه و عصبی بودم. فکر کنم واسه همین نفهمیدم چه خبره. به حرفای تو هم گوش ندادم. متوجه شدی که؟ متوجه شدم. ولی به قیافت نمیخوره فهمیده باشی. داشتم به یه چیزی فکر میکردم. گفتی صدف. این اطراف جایی هست که دلمه صدف درست کنن؟ آره اتفاقا یه جایی خوب هست. چطوره؟ خیلی لذیذه. بیا یکم لیمو ترش بریزیم روی مشکلاتمون. دهنتو باز کن. خب برام سوال مشکلات کیو داشتی میخواد؟ خیلی خوب دیگه تیکه ندار. مسخره نمی کنم، خوشم اومد.
دیگه بسته داداش. چی؟ همش همین؟ سیر شدم دیگه. الان انقدر مشکل ریخته سرم که درست میتونم نفس بکشم. من شب با دخترم میرم ساحل. اگه خواستی بیا، از شر مشکلات خلاص میشیم. تو هم به حرف اون گوش نده، همینطوری صدف بذار. ای صدف با تمه مشکلات. یعنی تو باز کن؟ دست مریضت واقعا عالی بود. همه چیز خیلی عالیه ولی دیگه ما باید بریم، خیلی دیر وقت شده. آخه چرا الان که خیلی زوده؟ قراره دوره همی با همکلاسیای دانشگاه تکین داریم، نمیخوایم دیر برسیم. یالا باشک، ما هم بهتره آره بریم. منم خیلی خوابم میاد. خوابت میاد؟ هنوز که خیلی زوده. این چند روز خب خیلی هیجان و بدو داشتیم، برای همین خسته شدم. خیلی خوب. باشه، میبینمتون. خداحافظ. 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 حالا من چی کار کنم؟ چی شده؟ پدر بزرگم به هم گفته بود حقیقت رو به کوتاه بگم. اگه بفهمه این کار نکردم خون به پا میکنه. خب حالا میخوای چی کار کنه؟ داشتم فکر میکردم اینقدر لفتش بدم تا خوابش ببره، ولی همه رفتم. تو هم لابد میخوای بگی باید بری. آره دیگه، تو هم حتما خیلی خسته شدی. نه نمیرم. هر چقدر دلت بخواد میشه. وقتی به آسمون نگاه میکنی میفهمی چقدر کوچیک و بی اهمیتی. از چه لحاظ؟ ببین میلیاردها ستاره هست. کهکشانایی که ته ندارن. توی یکی از این کهکشانا زمین هست. یک کشور رو اون زمینه. و یه جایی به اسم فوچا تو اون کشور. منم اونجام، زینب. هیچ معنی و مفهومی رو این سیاره نداره. تو سیاره من خیلی معنی داری. آره دیگه، زندگی تو زیر و رو کردم. منظورت همینه دیگه، نه؟ هوا داره سرد میشه، بریم قدم بزنیم. یالا بیا. بله مامان جون. خوابیده؟ باشه، خوبه، منم تو راهم. دوستام دارن منو میرسونن خونه. باشه بریم دیگه.